شخصیت با فکر محمد میدونید بسیار شخصیت معروف و مشهوره ولی در همین کتاب 1001 شب در بسیاری مورداش قصه هارون الرشید میارن شاید در تاریخ بشریت همون دولتی که در زمان همون عبوسی و در زمان خلافت هارون الرشید تشکیل شده بود دیگر نشده است امکان داره که تا قیامت نشه جوان بود در سین سال جوانی تصور کنه که در سین 20-22 سالگی خدای تعالی یک نعمت بزرگ براش داد خلیفه مسلمان شد جوان یک ملک کلونه که یک طرفش اروپا یک طرفش افریقای مرکزی یک طرفش پنجاب هندوستان یک طرف سرحد نمی ولگا بود دریای ولگا سرحد با سقلبیه میگه ابر در آسمان میدیده است میگفته از این ابر بسیار کتگی نکه با هر سرعتی که حرکت کنی تو باران تا دمل که من به بارانی علاج نداری سفری رای کرد بایی 46 ساله بود است این رایش یک شهر است در ایران در همین رای بیمار شد قدرت پروردگار هر قدر طبیبا سعی کردن جان کردن عاجز موندن خیلی هم فهمیدن آدم مؤمن حس میکنه آخی که هم مردنش نزدیک کشید حس میکنه بیمار است گفت خون رو به زندگی بکنی قبرش کردن در هم قبرستانی رای شبانه گفت که بگیریم برینم قبر ما ببینم با چشم خودم گرفتن در یک تختی رو مورش کردن دیگه حرکت کردن نمیتونه آخی آوردنش پیش قبرش گفت در درون لحد به دوزینم کور از بیر بسته گرفتن زنده با زنده در درون لحد ماندنش چشماش لق آب شد دست برداشت عاجزانه به سوی پروردگار یا من لا یزال ملکه ارحم الی من قد زال ملکه ای پروردگاره که ملکی تو لایزالی است ای خداونده که ملکی تو زوال نداره بر شخصی که دعوای سلطنت و پادشاهی میکرد امروز این اکم ملکش زویل شده است دیگه بدن خودش جسم خودش حرکت دادن نمیتونه و فرمان دادن نمیتونه اکه خودت ترحم که ای پروردگاری بزرگ اینا ببینید در همون شهری رای وفات کرد در همون شهری رای گوراندنش بله هارون الرشید است این بزرگترین پادشاه عباسی ای هارون الرشید اینا ببینید لكل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون خداوند بزرگ میگه برای هر شخصی برای هر جنبنده ما یک اجل مقرر کردگی اما ساعت اجل که اومد دیگه اجازه داده نمیشه و یگان لحظه بیایی حضرت مرحمت کنید وقتی ساعت اجل اومد دیگه نه یه لحظه پیش کرده میشه و نه خفا کرده میشه خشان حالی کسی که در وقت زنده بودن هم فکر مردن نمیکنه هم فکر مردن پیش نظرش میآید همین تأکیدی که حضرت جبریل کرد که اش ما شئت فانک میت بنده الله چه خیلی میخوای زندگی کن اما فراموش نکن که تو میونده ای باید در گوش هر کدام حلقه باشه بینید از دور پیر را جوان خمیده پشت او مثل کمان زی سودای جوانی گفت ای پیر و چند است آن کمان پیش آی زرگیر یک جوانی مست این جوانی از شعبه هم دیوانگی و مستی ایاخی یا مصفه دادید بیچارک بیانش کلوک زدگی همیتا چنگ زدگی بعد فیرادش کرد مصفه همون کمان تا چند سو میفروشی بیا اینا نلیچکا میتون اگه میانی خمی همون مذاق داره که رنگی کمان شده است کمان چند سو بیا بفروشم که چند است آن کمان پیش آی زرگیر چنین گفتو که اندر زندگانی مرا بخشیدند این رایگانی نگه میدار زرع تازه برنا ترا نیز رایگان بخشند فردا و چند گفت اینا مفت گرفتگی ها اینا به پل دادگی هم پول تا حیف نه که پول تا نگه بدار اگر خدای تعالی عمر بتا یه روز ترا هم تری رایگان میتند آزاد میگه چه آمد کاسه عمرت بدردی نه قوت ما نه نیرون نه مردی و وقتی کاسه بدردی آمد همین هر چیزی باشه وقتی خوردی تهماندش در تهش میمونه همون بجش در تهش میمونه بس اینا خوردنی ها خوردم و رفت
بس ناکردنی ها کردم و رفت. دلم از بیم مردن در گداز است که مرکب لنگ راهم بس دراز است. پروردگار را توبه کردم، کارایی کردم که باید نمیکردم، چیزایی خوردم که باید نمیخوردم. الان برای همین دلم ای مردن در ترس هراس ای، برای که مرکبم لنگ ای، خرگ لنگ ای، در صورتی که راه سفر بسیار دراز ای. خشا به حال کسی که همیشه آماده سفر ای، تیار ای. انشاءالله این همین پای که خدا را در همین لبیک میگه و به جوار رحمت پروردگار واصل میشود. همیشه تیار ای. مسلمان باید همیشه تیار باشه. آخی حضرت عبدالله ابن عمر نصیحت کرد که کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل. یا عبدالله گفت در دنیا تو طرز زندگی که تو گویا یک مسافری باید به وطنت برای امروز فردا، یا گذرنده راهی راه نگه داری که کی خونی میشنه باشه ای راه هم بگذرم سفر ما دوام بتو. همه حضرت عبدالله ابن عمر میگه به حد متأثر شد در سخن پیغمبر که جوان بود، همون هم جوانی از شعبه دیوانگی میگه اونم جوان بود. میگه به درجه متأثر شد که از زاهی ترین صحابه پیغمبر بود. هر کسی میدیدش میگفت که یا یاری رسول الله صلی الله علیه و سلم ای فرزند حضرت عمر یا نصیحت بکن. حضرت میگفت اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، وقتی که بیگه و خونه رسیدی شو هیچ وقت منتظر سحر نشو. این کن داره که در همین طول شب خدای تعالی امانت قبض کنه. و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وقتی که سحر روز شید منتظر بیگه نباش. ممکن که در طول روز خدای تعالی امانت قبض کنه. عیش هر خیلی میخوای زندگی کن، اما یقین تو میرنده هستی. و احبب من احببت، کسی را میخوای دوست بدار، با کسی میخوای بینای دوستی برقرار کن، اما فراموش نکن که مفارقی تو از همون دوست جدا میشه، حتما جدا میشه. اگر خطا که بکشی روزه میشه که ترکش میکنی. از پدر و مادر عزیزتر کیه؟ از فرزند برادر عزیزتر کیه؟ اما وقتی که پیک اجل اومد میبینی که برادر از برادر جدا میکنه، پدر و مادر از فرزندا جدا میکنه، دوست از دوست جدا میکنه. ولی همیشه باید در مد نظر باشه کسی که باشه بدونیم که روز میشوه که باید فرقت واقع میشوه. حضرت شیخ عطار قصه میکنه